استانی در ایران که روزی از دبی هم ثروتمندتر بود. باورت میشه یه زمانی سیستان و بلوچستان اونقدر ثروتمند بود که با بزرگترین شهرهای دنیا مقایسه میشد. این استان به خاطر زمینهای حاصلخیز، تجارت پررونق و موقعیت استراتژیکش یکی از غنیترین مناطق ایران بود، اما حالا به عنوان یکی از محرومترین استانها شناخته میشه. شاید ندونی ولی اولین جراحی مرز تاریخ و اولین چشم مصنوعی دنیا توی شهر سوفتگی سیستان و بلوچستان کشف شده. یعنی زمانی اینجا مرکز علم و تمدن بوده. حتی یعقوب لیث صفاری، کسی که جلوی حمله اعرابو گرفت و زبان فارسی رو زنده نگه داشتم، اهل همین استان بوده. اما چیزی که کمتر کسی میدونه اینه که سیستان و بلوچستان تنها جایی توی جهانه که خونه سالمندان نداره، چون اونجا پیرمردها و پیرزنا رو ریش سفید میدونن و همه براشون احترام خاصی قائلن. واسه همین به خودشون اجازه نمیدن به اونها بی احترامی کنن. به نظرتون چی شد که این استان الان اینقدر محروم شده؟ رانی اونا مثل بقیه. اگه اینجوری هخامنشیان هم از اوکراین اومد، ماتها هم از اوکراین اومد، ایلامی هم از آذربایجان کنونی یه ذره بخش شمالی اومدن، سومریا از ایران گذاشتن، از دامدام چشمه جز بلوچا همه مهاجرین اینجا. بعد اومدیم صاحب خانه شدیم. سلجوقیان هم مثل پارسا ادعا داریم، همه هم ادعا داریم. طبیعیه، چون اونجا نشستم و دفاع کردم، خون دادم، مالیات دادم. منافع ملی همینه، خون دادم و یعنی سرباز دادم، دفاع کردم و مالیات دادم. جز این مقوله دیگری وارد بشه، زبان فارسی وارد بشه، نژاد آری. سلام علیک سلام، بفرمایین، در خدمتیم. تپه میخوام، تپه دارین؟ بله که داریم، 1000 مدل تپه داریم، تپه رنگارنگ داریم. میشه برام اسم ببرین؟ چرا نمیشه؟ تپه های لاکچری، دستی و کامپیوتری، مارخ و خزراب و حنا، ماهیر و ماین و حانا. نه تپه های سلیم برود، کادیلک، علی جمون، مسلم دیم دانک، اصین ترا دردانک. سه منا دیوانه، ودا بچار کدا بچار منا بچار پدا بگوش. کاردش بگر کدا، کد بود نرو سرا. ادا بده منا، فاکتوری کنم کدا. بیا بگیر کدا، منی کدا، عرب مکان، ارچی کن.